خسیس بازی چلسی. به گزارش رومانو، چلسی امروز پیشنهاد رسمی 40 میلیون یورویی خودش برای فرمین لوپز رو به بارسا ارسال کرده. فرناندو پولو هم گزارش کرده بارسا در جواب این پیشنهاد گفته حداقل 90 میلیون یورو میخواد. جکسون و بایرن در شوک. به گزارش دیوید اونشتاین، چلسی به جکسون گفته به لندن برگرده چون بعد از مصونیت دلاپ انتقال قرضی این بازیکن به بایرن کنسل شده. دیمارسیو هم با تایید این خبر گفته جکسون پیشنهاد برگشت به لندن رو رد کرده. یکی کارو خراب کرده. به گزارش BBC، پالاس تمایل داره به عنوان بخشی از هزینه انتقال مارک گوهی به لیورپول جو گومز رو قرضی به خدمت بگیره، اما لیورپول با این انتقال مخالفه. بالاخره انجام شد. رومانو گزارش کرده هویلون به ناپولی پیوست. هزینه انتقال 6 میلیون یورو قرضی به اضافه 44 میلیون بند خرید قطعی. خرید جدید روسونری. انکونکو 5 ساله به ارزش 40 میلیون یورو از چلسی به میلان پیوست. سرباز جدید کندو فابیو سیلوا 5 ساله به ارزش 26 میلیون یورو از ولورهمپتون به دورتموند پیوست. آیجک جدید. به گزارش رومانو، هینکاپیه با 52 میلیون یورو از لورکوزن به آرسنال پیوست. و در خبری کوتاه، ژاوی سیمونز تا 2030 رسما به تاتنهام پیوست. صدای فوتبال.